فکر نکن که شاید من فرار بکنم دیگر اسلام خلاص است. اسلام پیروز می شود، چه با تو چه بدون تو. اونهایی که لایک میگذارن، اونهایی که کامنت به یک مرتد میگذارن، فکر نکنن که فقط ما هستیم اسلام را چکه‌داری میکنیم، ما هستیم که ستونها و بیرق اسلام را بلند کردیم، اما بیخبرن از شما جوانانی که تا دندان مسلح هستید برای خدمت اسلام. از شما بیخبر هستن، نمیبینن جوانان رو که الحمدلله روز افزون به سمت اسلام در حرکت است. امروز قوی ترین دین در ژاپن دین اسلام است، به سرعت گسترش پیدا می کند. اما درد من به کجا هست؟ درد من از جوان غافل، درد من از جوانی که امروز بیخبر یصبح الرجل، رسول خدا فرمود مؤمنا و یمسی کافرا. مسلمان صبح از خواب بیدار می شود، مسلمان آخر روز کافر می شود.